شخصیت اصلا روی کاغذ نیست. اینکه شما مشخصات یک آدمی رو روی کاغذ بنویسی، تحلیلش کنی و تمام. باید اونو زندش کنی، باید به اون حالا جون بدی، باید یه کاری کنی اون شخصیت از لابلای کاغذهایی که تو نوشتی بلند بشه، حرکت بکنه، قدم برداره. برای همین تو باید ویژگی‌های پنهان یک شخصیت رو ریز بریز با جزئیات زیاد پیدا بکنی. اینکه این شخصیت درونیاتش چجوریه، دوستانش کیا بودن، دوستان نزدیکش کیا بودن، دوستان دورش کیا بودن، توی این دور و نزدیک ها کی بیشتر روش تاثیر داشته، دشمناش کیا بودن، توی این دشمنای دور و نزدیک دوباره کدوماشون بیشترین تاثیر رو روش داشته، از کی حساب میبره، از کی میترسه، کی براش مهمه، انگیزه هاش چیه، اهدافش چیه، به کدوم یکی از اهدافش تا حالا نرسیده، کدوم یکی از اهدافش رو برای همیشه گذاشته کنار، کدوم یکی از هدفهاش همین الان براش خیلی مهمه، برای چی حاضره به جنگه. همه اینا مهمه. حالا برید یه ذره به شخصیت جون بدید و یک ویژگی ها و یک تازگی هایی توش پیدا کنید که توی بقیه شخصیت ها نباشه، که بعد بریم شروع بکنیم نوشتن رو جذاب.